دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه مهندسین عمران و جامعه مهندسین. بنده مهندس حنیفه هستم، عضو سازمان نظام مهندسی البرز. یک خبری رو داریم این روزها میشنویم به عنوان اینکه شهرداری داره ناظر رو انتخاب میکنه و دیگه اینجوری نیست که سازمان نظام مهندسی به اصطلاح ارجاع کار رو انجام بده و این سری دوستان اومدن جلوی سازمان نظام مهندسی تهران و حالا جای دیگه یه سری صحبت‌هایی میکنن، اعتراضی کردن. حالا توی شبکه‌های اجتماعی هم داریم میبینیم که چه خب بالا در جریان هستین، همتون هم در جریانی. اما من اینجا میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنم به مسئله و اینو بین جامعه مهندسین و دوستان خودمون به اشتراک بذارم، همین که کمک حالی برای من بشه، چون واقعا بنده یه جایی گیر کردم، مثلا نمیدونم باید چیکار بکنم، و همین که واقعا حق بدیم، از این طرف هم نگاه بکنیم، حق بدیم به دوستان کارفرما و کسایی که سازنده هستن و همچنین حق بدیم به شهرداری. من چرا الان دارم این حق رو میدم؟ شاید کسایی که مثل من این بلا سرشون نیومده، یا حالا این اتفاقا سرشون، نگیم بلا، این اتفاقا سرشون نیومده، از دور دارن نگاه میکنن، میگن آقا نه، ناظر انتخابی باید از طرف سازمان نظام مهندسی باشه، اصلا چرا باید شهرداری انتخاب بکنه؟ ولی من اینجا به شما با این اتفاقایی که برای من افتاده به شما توضیح میدم که حق میدم به اون سازندگان، حق میدم به شهرداری با توجه به این بوروکراسی سخت و سنگینی که داخل سازمان نظام مهندسی داریم. برای من مهندس عمرانی که مال خود سازمان نظام مهندسی هم و در واقع همکارشون هستم به نحوی، اینجوری بنده رو داخل اصلا شرایط وحشتناک بوروکراسی اداری میکنن. ببین اون بنده خدایی که سازنده است، اون بنده خدایی که الان برای خودش میخواد یه خونه بسازه، برای خودش میخواد یه خونه بسازه، اصلا سازنده هم نیست، یه نفر مالکی میخواد برای خودش خونه و هیچ اطلاعی از این سیستم نظام مهندسی نداره. ببین چه بلایی سر اون داره میاره سازمان نظام مهندسی. من کاملا هم به شهرداری حق میدم، هم به دوستان عزیز سازنده. چرا؟ چون ببینید تو این یک سال چه اتفاقایی برای من افتاده. ببینید سازمان نظام مهندسی البرز با سازمان نظام مهندسی تهران چه بلاهایی سر بنده مهندس عمرانش داره میاره. دوستانی که بنده رو میشناسن میدونن من خیلی آدم آرومیم، ولی واقعا با این شرایط اتفاقایی که برای من افتاده، با این تبت همش هم با مدارک اینجا گذاشتم براتون، میخوام براتون توضیح بدم و به اون شهردار محترم و به اون سازنده محترم حق بدم که بخواد سازمان نظام مهندسی کلا نبینه. منم دوست ندارم ببینم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم، بنده یک مهندس عمران هستم با این پروانه نظام مهندسی تهران و الان تایمش تموم شده و وقتی که میرم بانک میخوام دست چک بگیرم، وقتی میرم بانک میخوام مثلا یه جا وام بگیرم، میخوام ضامن کسی بگم، از من میپرسن چی کاره؟ میگم که بنده پروانه نظام مهندسی دارم، مهندس عمرانم و عرضم به حضورتون که میگه خب ارائه کن. خب ارائه میدم، بفرمایید. پچش رو نگاه میکنه، میگه تاریخش تمام شده. چون تاریخش تمام شده برو تمدیدش کن، بیا به دست چک. خب دست شما تر نکن. یعنی در واقع ما به این نیاز داریم، به خاطر همین یا یه دست چکی بگیریم یا یه جایی بگیم که میخوایم تلویزیون بخریم، میخوایم بگیم که چی کاره ایم، مثلا اقتصادی میخوایم چرا بوده، وگرنه از این به ما که هیچی نمیرسه. به ما نه نظارت میرسه نه اجرا میرسه. بنده نرسید. خب حالا من میخوام این مراحل، یعنی این پروانه رو میخوام برم، واقعا میخوام برم یا دست چکم تاییدش بکنم یا بالاخره یکی یه جایی از ما توی یه اداری از ما پرسید چی کاره، یا میخوای بری ماشینتو پلاک کنی میگی آقا چی کاره، بگم عضو سازمان نظام مهندسی. خب عرضم به حضورتون که هیچ ابایی هم ندارم، اینجا هم نوشتم بنده حنیفه‌ام، عضو سازمان نظام مهندسی البرزم. الان اینم شماره موبایلمه، هر کس عرایض بنده رو اشتباه متوجه شد یا تفهیم خوبی نشد، اگر دوست داشتن میتونن تماس بگیرن یا اصلا به من بگن، بنده در خدمتشون هستم، والا یا یه جوری هم به بنده کمک بکنن ببینن که من چه واقعا باید چیکار بکنم. خب امروزی که روزی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دوستان عزیز، تاریخ هست 23/5/404، تاریخ 23/5/404 پنجشنبه است. بنده چیکار کردم؟ بنده پارسال برج 6 یا حالا برج 7 دقیق خاطرم، یا برج 6 یا برج 7،
درخواست انتقالی دادم از استان تهران به البرز. از استان تهران بنده درخواست انتقالی دادم به البرز. اومدم ثبت کردم درخواستم رو توی سامانه آیمس. هر کس دوست داره بیاد نگاه بکنه. اون اسم بنده است، عضو تهران بودم و اینم نام و خانوادگی و کد رهگیری، کد پیگیری از برج 6 و 7. بنده تو بک‌گراندم این توضیح رو داشتم که همکاران بنده مهندسین عمرانی که میگفتن توی کارگاه میگفتن آقای مهندس شما 6 ماه یا 5 ماه کار داری این انتقالی از تهران به البرز. کلا چقدر فاصله است؟ نیم ساعت، 1 ساعت. شما 5-6 ماه کار داری. خیلی خب من که اینو گذاشتم دیگه، آیمس به اصطلاح این درخواست رو گذاشتم، توی این فکر بودم که 5-6 ماه دیگه خب بالاخره انجام میشه. 3 ماه بعدش اومدم پیگیر شدم از سامانه، دیدم همینی که الان اسکرین شات گرفتم. این اسکرین شات 3 ماه پیش. دیدم که همینه، هیچ اتفاق خاصی توی سامانه نیفتاده، فقط نوشته بررسی پروانه توسط کارشناس سود پروانه. از اون روز اولش همینو نوشته بود. اینم که کد پیگیری بنده است، میخونم 915 82 957. هیچ خبری نبود. بالاخره بنده برج 11 پارسال پاشون رفتم سازمان نظام مهندسی تهران شرک غرب ساختمون اصلی. شماره گرفتم، خانم شماره 1 پرسیدم عضویت. خانم من میخوام انتقالی بگیرم، پیگیری بشم، چیکار باید بکنم؟ گفت همکارم بغلیش. من سوال کردم خانم بنده میخوام انتقالی بگیرم، گفت همکارم بغلی. آخرش بنده رو منتقل کردم به اون همکاری که اون پشته. یه شیشه مانندی اونجا کشیده شده، یه 3-4 متر این همکار محترم اونجا نشستن، خانم مهندس عزیز اون گوشه اون با. برج 11 پارسال بنده به خانم مهندس عرض کردم که خانم مهندس بنده با کد پیگیری فلان درخواست انتقالی دادم تو سامانه آیمس. برج 6 پارسال انتقالی دادم، الان برج 11 اومدم پیگیری کنم. گفتم بنده حنیفه هستم. آیا حنیفه کاراتون کاراش زیاده، ما کاراشو براتون انجام میدیم. برین، اصلا نمیخواد بیاد اینجا، ما خودمون اینجا تو این سامانه براتون ارسال میکنیم نامتون رو. خیلی خوب، خدا پدرتون بیامرزه. اومدم منتظر شدم، خبری نشد. دوباره تیکت گذاشتم تو آیمس، انگار نه انگار. سال تموم شد. توی تعطیلات نوروز تصمیم گرفتم که عرضم به حضور شما که بعد عید دیگه برم کار انتقالی ما انجام بدم. آخه یعنی چی؟ این 5 ماه 6 ماه ما همینجور رو هوا موندیم. حالا اونجا توی سامانه آیمس ما تمام مدارکمون رو آپلود کرده بودیم، هر چی لازم داشتیم ما آپلود کردیم توی سامانه آیمس. دقیقاً تعطیلات عید تموم شد، بنده تو سازمان نظام مهندسی تهران بودم. از هشگرد رانندگی 4 ساعت سازمان نظام مهندسی تهران. بنده الان ساکن هشگرد هستم. سازمان نظام مهندسی تهران رسیدم اونجا. سرکار خانم درود بر شما، حالتون خوبه؟ عیدتون مبارک، سال نوتون مبارک، 100 سال به این سالها. بنده انتقالی می‌خواستم بگیرم از برج 6 پارسال، برج 11 پارسال اومدم خدمتتون، گفتین که کاراشو انجام میدین، کارتون زیاده، منتظر شدیم، خبری نشد. الان که برج 1 امسال، سرکار خانم بفرمایید که چیکار باید بکنیم. شما اسمتون؟ بنده گفت عرض کردم حنیفه هستم. آیا حنیفه برو یه هفته دیگه بیا، یه هفته دیگه کارتو انجام میدم. همون سرکار خانومی که اونجا پشت انجام میده و کار انتقالی انجام میده. قیافه بنده رو فکر کنم اعضای اون قسمت عضویت خیلی خوب تو ذهنشون باشه. از بس که رفتم اومدم، از بس جناب آقای شامسبی رئیس محترم نظام مهندسی تهران، از بس که رفتم اومدم اون قیافه بنده رو مطمئنم که بچهای عضویت سازمان نظام مهندسی تهران خیلی خوب میشناسن. عرضم به حضورتون که برو آقای مهندس هفته دیگه بیا، اصلا نیا، ما اصلا میفرستیم اونجا. من چی گفتم سرکار خانم، خواهر گل من از هشگرد میام تا برسم اینجا 4 ساعت باید رانندگی بکنم. من مهندس عمران که همکارتون هستم، من با 4 ساعت رانندگی بکنم. لطفا مدارک منو چک بکنید، تمام مدارک من تکمیله، هیچ مشکل ندارم. بله آقای مهندس هیچ مشکل ندارم. رفتم 1 هفته بعد اومدم. هفته بعد خبری نشد، نامه‌ای نشد، دوباره 4 ساعت رانندگی کردم، رفتم تهران شهرک غرب ساختمون اصلی. سرکار خانم هفته پیش فهمیدم تازه اینجوری اسمتون چی بود؟ گفتم حنیفه هستم. اسم منو نوشت اونجا، تایپ کرد، حالا نمیتونم تایپ کرد یا نکرد. آیا حنیفه برو 2 هفته دیگه بیا.
جدی میگم فکر نکنین الان عصبانیم یا هر چیز دیگه دارم داستان تعریف میکنم. هر کس شک دارد به عرایض بنده بره دوربین های سازمان نظام مهندسی تهران رو چک بکنه. آیا حنیفه برو 2 هفته دیگه بیا. بنده تو قسمت گوشی خودم، قسمت هایی که SMS های این نظام مهندسی میاد اونجا زدم 2 هفته دیگر. 2 هفته دیگر بنده رفتم تو سازمان نظام مهندسی. سرکار خانم این فرموده بودین من 2 هفته دیگه اومدم خدمتتون. اسمتون بنده عرض کردم حنیفه هستم. بعد اسمتون که فاصله زیاده، اسمتون حنیفه هستم. اون دعوت هم نمیکنن شما بری جلوی میز، از همون پشت شیشه اون فاصله 3-4 متری باید صحبت کنی باشون. بنده حنیفه هستم. آقای مهندس حنیفه نامتون رو زدیم 3-4 روز بالاست، رئیس امضا نکرد. بشینید الان پیگیری میکنم امضا میکنه. بشینید الان انگار با بچه طرفن. بی احترامی نکنیم سرکار خانم. خانم احترامش کنید. انگار با بچه طرفن. سرکار خانم بشینید. چشم. نشستیم. من 1 ساعت نشستم. نگه تو اون 1 ساعت تازه داره نامه زده میشود. نامه چیه؟ فکر نکن نامه الان تحویل شما میدن که شما منتقل بشید. نه خیر. نامه دارن میگیرن استعلام بگیرن. از کجا؟ نامه دارن میزنن استعلام بگیرن. از کجا؟ از معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران. از اونجا برای شما دارن استعلام میگیرن. بعد من خب منتظر شدم 1 ساعت. 1 ساعت رفتم. آقای مهندس امضا نمی‌کنم. میخوای؟ گفتم بگو من برم پیگیر بشم کجا باید امضا بکنه. بالا رئیس باید امضا بکنه. رفتم بالا. یه خانم منشی اونجا نشسته بود، خواهر گل من به سرکار خانم عرض کردم خانم 1 هفته است نامه من اینجاست، برای چی امضا نمی‌کنی؟ خیلی شاید طلبکارم. گفت اسمتون؟ گفتم حنیفه هستم. گفت آقا همین الان نامتون اومده بالا. هر کس شک داره بره سامانه‌های نظام مهندسی تهران رو چک بکنه. اون اگر مسئولی هست میخواد بدونه چه مشکلی هست. اگر مسئولی نیست که حالا بماند، حالا هر کسی که هست مسئولش. اون خواهر عزیز من همون لحظه کار منو انجام داد، بلافاصله امضاشو کرد. من اومدم پایین عرض کردم که خب نامه رو بدید. من فکر می‌کنم میخواد نامه انتقالی به من بده. نه خیر آقا برو، هنوز بازی داری. مگه به همین راحتیاست؟ میخوام پدرتو در بیارن. 7 جد و آبادتو میخوام بیارن جلو چشت. تو اصلا غلط کردی مهندس عمرانی. بی خود کردی میخوای انتقالی بگیری. ای بابا. خیلی خوب. اومدی رفتی اونجا میگی که آقا جان بفرمایید. خب الان من چیکار کنم؟ بعد متوجه شدم که نامه دارن استعلام کارهای شما رو میگیرن از شهرسازی. بعد من عرض کردم خب خانم این کارا رو باید شما الکترونیکی انجام میدادی فلان کردی. یه بنده خدای اونجا بود، خدا پدرش رو بیامرز. من صدام گفت آقای مهندس بیا. گفتم بله. گفت میخواد کارت رو جا بیفته. گفتم بله. گفت این نامه رو دستی بگیر ببر اونجا. دستی هم نامه تو جواب بگیر بیار. دوستان IMS همه نمیدونم چی اسمش، حالا هر چی که هست کار من و تو رو قرار نیست راه بندازه. نمیدونم کار کیو قرار راه بندازه. کار من و مهندس عمرانی که راه انداخت. من نمیدونم برای چیه این سامانه. رفتیم آقا این برگه رو من گرفتم بغلم. رفتم کجا؟ معاونت شهرسازی و معماری تهران. رسیدم اونجا. بعد 200,000 تومان طرح ترافیک ما رو جریمه کرد. فدای سرتون. رفتم اونجا و گفتم که سرکار خانم بفرمایید این نامه لطفاً جواب نامه من امروز بدین. تو جواب نامه امروز؟ برو کشک تو بسابا های مهندس. اون نگفت برو کشک تو بسابا. امروز به تو نامه نمیدیم. شما برو نامه تو ما از اینجا پست میکنیم. کی 2 روز دیگه ما پست میکنیم نامه رو. باش. 2 روز دیگه شد، 4 روز دیگه خبری نشد. بنده سوار ماشین شدم دوباره رفتم کجا؟ تهران شرک غرب. رانندگی کن 4 ساعت تو ترافیک برو تهران شرک غرب. رفتیم تهران شرک غرب. سرکار خانم قرار بود این نامه بیاد برای شما از شهرسازی. اومده؟ نه خیر نیومده. دوباره سوار ماشین شو از شرک غرب برو معاملات شهرسازی. معاملات شهرسازی رسیدم اونجا. سرکار خانم لطفا نامه بنده رو بدین. نامه بنده رو نوشتم. بعد من دیدم بدین اول نامه رو بخون. نامه نوشته که اینجا یک لیست از سوابق کاریش، یعنی پروانه من درگیر این کاراست. حالا پروانه‌ای که کلا سال 97 صادر شده، با توجه به این 3 سال اعتبارش، حالا 4 سال اعتبارش، ارزم به حضور 401 دیگه از این اعتبار
به اصطلاح ساقط میشه. این 400 تاریخ پایان اعتبار 400 تاریخ پایان اعتبار 400. امسال چه سالیه؟ سال 404. من پروانه‌ام سال 400 تموم شده. این چه کاریه که توی کارتابل بنده است؟ گفتن خانم نیست، لیستشو من بدین. لیستشو من بدین. لیست به بنده دادن، دیدم یه کاری که مال چه میدونم عهد بوقه هنوز تو کارتابل بنده است. اصلا ناظرش یکی دیگه است، اصلا معمارش یکی دیگه است، ولی تو کارتابل بنده است. گفتم سرکار خانم اینا اصلا نیست تو کارتابلم، من تو کارتابل خودم که میرم هیچی نیست. این چیه؟ اینا چیه تو سامانه شما؟ او خانوما اونجا 2 نفر 3 نفری در عرض 5 دقیقه چک کردن، دیدن درست است، زود نامه من عوض کرد. خدا پدرشون رو بیامرز. بچهای معاملات شهرسازی معماری خیلی پیگیر بودن. من اصلا نشستم اون 2 تا 3 تا خانم اونجا خدا 7 جد آبادشو بیامرزن، کارای من انجام داده در عرض 2-3 دقیقه. 2-3 دقیقه آقا این بچه‌ها نامه رو در بودن، سریع هم نامه‌شو زدن. خدا پدرشون رو بیامرزه. سریع هم نامه‌شون رو زدن. نامه رو زدن. به توجه بفرمایید این نامه تاریخو بچه‌ها توجه کنین. تاریخو توجه کنین. تاریخ کی الان؟ 13/2/404. 13/2/404 بنده کی درخواست دادم؟ برج 6-7 پارسال. اونم تازه از برج 11 پیگیر شدم ها، وگرنه حالا قرار نبود اصلا تو بیخود کردی میخوای انتقالی بگیری. آقای مهندس محرم شامسبی، موضوع انتقال به اصطلاح پروانه اشتراک بنا به اطلاعات سیستم مکانیزه این اداره کل تا تاریخ فلان فاقد کار کرده است و تعهدات در دست اقدام میباشه. بله بنده این نامه رو اینا گذاشتم داخل پاکت. بنده پاکت رو گرفتم و اومدم تحویل کجا دادم؟ سازمان نظام مهندسی. اونم بلافاصله اونجا توی قسمت نامه ها به اصطلاح ثبت کرد، اون کد پیگیری و رهگیری و اینا رو به ما داد. آقای مهندس تشریف ببرید ما نامتون رو میزنیم. مهندس تشریف ببرید ما نامتون رو بزنیم. من نامه رو که تحویل آقایون دادم، خانم‌ها دادم 13/2. فکر کردم دیگه این دفعه همه کارا من انجام دادم، من هیچ چیزی ندارم اونجا، الان دیگه پاشم برم دوباره رانندگی کن بیا سمت 400. خیلی خوب رسید. هی من 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز منتظر شدم، باز خبری نشد. باز هیچ خبری نشد. دوباره رانندگی کن 400 از هشکت برو تهران شرک غرب. رسیدیم اونجا. بله سرکار خانم چی شد این نامه من؟ ببینید چی شد این نامه من. 3 روز 4 روز بعد این داستان شما آی مهندس شما اصلا اینجا کارکرد داری؟ گفتم خانم ندارم، اشتباه دیدین، اون نامه پایینیه رو ببینید اون مال اون نیست. بعد ببین با یک صدای خیلی بلند و بسیار نامحترمانه دارم با من صحبت میکنن. نامه‌ای که بنده کارکرد دارم رو ایشون از برج 10 پارسال نگو گرفته تو پرونده دارن و الان روی پرونده است و نامه جدیدی که بنده به ایشون دادم و اونجا ثبت شده زیر پرونده است، اون رو نگاه نمی‌کنه. ایشون که با این لحن با من صحبت کردن بنده متأسف شدم به خدا. بنده 3 بار گفتم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، همینجوری. یه آن دیدم که یه نفر یه آقایی خدا پدرشو بیامرز از پشت زد چی شده آقای مهندس برای چی میگه استغفر الله؟ گفتم برادر من مثلا نمیدونم شما کی هستید، من از برج 6-7 پارسال درخواست دادم، تمام کارامم دستی انجام دادم، این خانم اصلا این نامه رو نمیخونه، هی داره میگه که شما اینجا کارکرد داری. آقا بیا داخل اتاق من. رفتم داخل اتاقش، خیلی مؤدبانه من برخورد کردم خدا پدرشون. بعد متوجه شدم که مدیر اون قسمتن. آقای مهندس داستان اینم نامه من. ایشون اون خانم صدا کردن، اون خانم اومد گفت آقا سرکار خانم اون نامه مال قبله، این نامه مال جدید، با این تاریخ جدید لطفاً کار ایشون رو نامه ایشون رو بزنید و برید. بعد من خوشحال بشکم اومدم نشستم اونجا. الان این خانم که دستور گرفت مستقیم نامه بنده رو میزنن. کور خوندی آقای مهندس، کور خوندی، کار دارن هنوز باهات، فکر کردی به این راحتی بهت نامه میزنن؟ سرکار خانم برگشت با عصبانیت به من گفت انگار مثلا پدرکشتگی بنده داره. با عصبانیت به من فرمودن که من امروز نمیتونم نامتو بزنم، برو 3 روز دیگه میاد تو سیستمت.
دوباره بنده از این خانم با ادب خواهش کرد. ببین الان فکر نکن من دارم میگم با ادب یا اون خانم با من بد صحبت کرد دارم یک طرفه به قاضی میرم ها. بچه‌های سازمان نظام مهندسی تهران میتوانند اون روز رو توی دوربین نگاه کنند و میتوان از مدیر اون مجموعه بپرسن که اون مدیر مجموعه گفت خانم نامه‌اش رو بزنین. این خانم برگشت من گفت که برو 3-4 روز دیگه نامه میاد تو کارتابلت. 3-4 روز دیگه بنده رفتم، 3-4 روز دیگه خبری نشد. دوباره رانندگی کن از هشگل بیا تهران شرک غرب. رسیدیم تهران. سرکار خانم بفرمایید این نامه قرار بود زده بشه، نامه زده نشده. شروع کرد. نامتون بالاست هنوز امضا نشده. 3 روز ما نامه رو زدیم امضا نشده. به تمام عزیزانم که زندگیم دارم قسم میخورم تمام این اتفاقات یک کلمه این برام نشده. یک کلمه این برام نشده که دارم خدمتتون عرض میکنم. من چون بک‌گراندشو داشتم میدونستم دفعه قبل من اینجوری پیچوندن. دوباره رفتم بالا و پیگیری شدم. دوباره از اون خانم منشی پرسیدم. گفتم خانم 3-4 روز نامه منو نزدن، شما میشه سریع اینو کار کنید؟ بازم نگاه کرد اون خانم منشی که جلوی در اتاق جناب آقای مهندس شامسبی نشستن و اون خانم بنده گفت آقا همین الان نامتون اومد. من میدونستم، من دیگه اصلا این بک‌گراند رو داشتم. نامه دوباره از اونجا من دیگه گرفتم، نامه رو آوردم دادم پایین، ثبت شد. بالاخره نامه انتقالی بنده از استان تهران زده شد به عرضم به حضور شما که استان البرز. بفرمایید جناب آقای مهندس حنیفه، جناب آقای رئیس محترم سازمان نظام مهندسی تهران، انتقالی مهندس حنیفه به استان البرز. اینم نامش، دست شما در نکنه. بعد من خوشحال از همونجا مستقیم رانندگی کردم اومدم کجا؟ سازمان نظام مهندسی البرز. فکر می‌کردم همین الان دیگه پروانه نظام مهندسی بنده رو میدن دیگه. چرا؟ خب من یه پروانه نظام مهندسی داشتم. آدم به قول گفتنی دیگه قرار نیست کار خاصی دیگه انجام بدم دیگه. مطمئنا سریعا الان پروانه نظام مهندسی بنده رو صادر میکنن. اینم که نامش شما دارین اونجا میبینید، منم اینجا دارم این نامه رو. این نامه زده شد به استناد فلان دخمش شد. خیلی خوب، ما رسیدیم اونجا. عضویت آقای مهندس، بله این نامه من لطفاً کارهای بنده رو انجام بدید. آقای مهندس نامه شما طول میکشه تا برسه اینجا، باید از طریق پست برسه اینجا. برو 3-4 روز دیگه بیا. باشه چشم. 3-4 روز دیگه رفتیم سازمان قسمت عضویت. آقای مهندس ببین این نامه رو ببینید تاریخ چنده، اجازه بدین تاریخ نامه رو ببینید. نامه 23/2/1404. نامه از تهران اومده به کجا؟ به استان البرز. همه رو من عکس دارم نشونتون میدم. نامه‌ای که رسیده به دبیرخونه 29/2. 23/22 در اومده، 29 رسیده، 23 24 26 27 28 29. 6 روز طول کشیده از استان تهران اونور قطب جنوب بیاد برسه به استان البرز. این همه این ور قطب شمال، این ور قطب شمال 6 روز طول کشیده از طریق پست اومد رسید اینجا. بنده رفتم تو عضویت عرض کردم که خب پرونده بنده نگاه کنید. دوباره آقای مهندس نیومده. گفتم پس من برگردم برم تهران. گفت آره برو تهران یه پیگیری بکن دیگه. من نمیدونم. نه گفت برو تهران پیگیری. گفت من نمیدونم کجا باید بری. نامت دست من نرسیده. بچه‌ها عضویت گفتن توی استان البرز کرج. من خب برگشتم که از اونجا رانندگی کنم برم سمت تهران. ولی با یه لحظه به فکرم خب این که نامه رو زده بود دیگه. این برو قسمت دبیرخونه. رفتم دبیرخونه، یه خواهر گلی اونجا نشسته. خدا پدرش گفت آقا اسمتون، گفتم اینه. سریع این کاغذ رو چاپ کرد من گفت شما نامتون رسید. خیلی خوب، نامه بنده رسیده. سریع برداشتم همین رسید رو برداشتم بردم کجا؟ توی قسمت عضویت. قسمت عضویت آقای مهندس بفرمایید رسیده. بله دستشون در نکنه. نگاه کردن و بعد گفتن که شما مدرک کاردانی بله آپلود کن، کارشناسی بله آپلود کن. همونجا دیگه سایت منم تبلتمو بردم اونجا، همونجا اینترنت میدم با تبلت، همین تبلتی که دارم ضبط میکنم. آقای مهندس کاردانی بله، کارشناسی بله. گفتن که تاییدیه کاردانی. گفتم دوست من کاردانیم اصل دانشنامه است. کاردانی بنده ببینید اصل دانشنامه است.
این کارشناسی، این کاردانی. کاردانی بنده اصل دانشنامه است، همین که دارین اینجا میبینید، همین که اینجا بنده الان دارم اصلشه. این دیگه تاییدیه نمیخواد که این ببین کد داره، شماره داره، فلان داره، این نه شما باید تاییدیه بگیرید. گفتم ببینید مگه شما سازمان کاردان‌هایی، تو اصلا کاردانی منو میخواد چیکار؟ ببینید این کاردانی، این کارشناسی. آیه مهندس حنیفه ثالث، مهندسی عمران. تو اگه میخوای تاییدیه بگیری خب لیسانس منو بگیر. تو چیکار داری به کاردانی من؟ آقا اصلا باید تاییدیه بگیری. خدا پدر دانشگاه آزاد بیامرزه، در عرض 30 ثانیه به ما از سایتش تاییدیه داد. تاییدیه داد. ولی چون این دانشگاه دولتی کاردانی من، رفتیم تو سامانه سجاد، آپلود کن دانلود کن، متوجه شدیم که سامانه سجاد حالا کار داره با تو. یعنی یه تاییدیه کاردانی برو بگیر بیار که تحویل سازمان نظام مهندسی بدی، شما 18 روز تا 20 روز رفتید دنبال نخود سیاه بچرخ. آقای مهندس بنده پروانه نظام مهندسی تهران رو دارم، کیه مسئولش؟ یکی به من جواب بده، یکی باید توضیح بده. من پروانه نظام مهندسی تهران رو دارم، من لیسانس عمران دارم. ببین ارشد مدیریت ساخت دارم، دانشگاه خواجه نصیر تهران. تو کاردانی منو میخوای چی کار؟ استعلام بگیر. استعلام گرفتیم آقای حنیفه، ببینید من همون روز اونجا من این لغو تعهد کاردانی ناپیوستم رو داشتم. تاریخ که 32/404. برای چی گرفتم؟ برای اینکه بخوام مدرک ارشدم رو از دانشگاه بگیرم. اینو اونجا آپلود کردم تو قسمت مدرک کاردانی. توجه کنید نامه اینجا موضوع چیه؟ نامه لغو تعهد کاردانی. اینجا چی نوشته تو توضیحاتش؟ بدین وسیله اعلام می‌گردد خانم آقای حنیفه فلان فارغ التحصیل 1487 دوره کاردانی ناپیوسته رشته ساختمان کارهای عمومی گرایش فلان از آموزشکده فلان پذیرفته شده، سهمیه آزاد. حالا ادامهش در مورد تعهد است، تعهد کاردانی است. اینو من آپلود کردم، گفتم آقا این با تجربه این که قابل استعلام هم هست نشون میده که بنده مدرک کاردانیم جعلی نیست، با اینکه این دانشنامه دست من. گفت آقا قبول نیست. بچهای نظام مهندسی من گفتن که ما هم قبول بکنیم سامانه سپامک قبول نخواهد کرد. من اینجا فهمیدم تازه بعد از اینجا باید بریم تو یه سامانه دیگه. بگذاریم رفتیم تو سامانه سجاد، آپلود کن دانلود کن. ما بالاخره توی سامانه سجاد تونستیم این تاییدیه تحصیل. ببین خداوکیلی شما اینو بخونید، ما هممون مهندسیم، خداوکیلی این همه الانم که دیگه هممون شدیم دکتر. بدین وسیله گواهی می شود آقای حنیفه ثالث فرزند فلان متولد فلان دارای رشته کاردانی پیوسته رشته با معدل فلان از فلان فارغ التحصیل شد. خب این چه فرقی کرد با این؟ نه این چه فرقی کرد با این؟ یه فرق کرد که سازمان نظام مهندسی یه نفر مهندس رو از تاریخ، ببین تاریخ ها رو نگاه کنید، از تاریخ 32/404 تا تاریخ 17/3/404 الاف کرد. برو حالا بچرخ دنبال نخودسی. خیلی خوب آقا تاییدیه نظام مهندسی، تاییدیه مدرک کاردانی ما اومد، اینم تاییدیه مدرک کارشناسی مال دانشگاه آزاد بود، در از 30 ثانیه اومد، تحویلشون دادیم. کارت منو کشیدن، شدم عضو سازمان نظام مهندسی البرز. ببینید اینجا شمارش 25296. خب آقای مهندس تموم شد؟ نه خیر، خان اول دوم سوم چهارم تموم شده، خان هفتم هشتم نهم دهم که دیگه نمیدانم چند تا علامت تو سوال میخوام ادامه بدیم. آقای مهندس تشریف ببرین توی سامانه سپامک. سامانه آیمس تموم شد، سامانه داخلی تهران تموم شد، سامانه داخلی نظام مهندسی البرز تموم شد، سامانه سجاد که استعلام مدرک نظام مهندسی ما گرفتم تموم شد. الان داریم میریم تو سامانه سپامک.
من دیگه گفتم دیگه آخرین مرحله است. گفت آقا دیگه آخرین مرحله است، بسم الله. رفتیم تو سامانه سپامک، همه رو ثبت نام کردیم. اون دوست عزیزمون که توی بچهای عضویت هستن، عضویت نظام مهندسی البرز هستن، خدا پدر مادرش رو بیامرزه، من همین تبلتم دوباره اونجا بود، زحمت کشید برای من توی سامانه سپامک این دوتا گزینه زد: تمدید و تغییرات پروانه اشغال به کار مهندس شخص حقیقی، همون که دارین اینجا می‌بینید. دوم، لغو ابطال سابقه پروانه اشغال به کار مهندسی شخص حقیقی. آقای مهندس دستون در نکنه، به جای من زحمت کشیدن اینجا کاراش انجام داد. انجام که دادم، بنده دوباره آقای مهندس آپلود کن، دانلود کن، آپلود کن، این مدرک رو بگیر، اون مدرک رو ببر، اون مدرک رو بگیر، این مدرک رو ببر، آپلود کن، دانلود کن، آپلود کن، دانلود کن، آپلود کن، دانلود. خیلی خوب، همه مدارک رو آپلود کردیم. یه جا قسمت داشت به نام دارایی، باید از اونجا بری تو دارایی، یه همچین کاغذی بهت میده، بعد اونجا هم زده که چی؟ اونجا زده چی؟ باید شما یه فیش 5000 تومانی داره پای. هی من خودمو دارم اون تو میکشم دنبال 5000 تومانی میگردم، نگو بابا فیش 10000 تومانه. همونجور شانسی گفتیم آقا باشه اینو 10000 تومان پرداخت، هرچی شد نشد چی. ما این فیش رو پرداخت کردیم، رفتیم کار سپامکش هم انجام دادیم، تمام شد. سپامک رفت اونجا میزنه 4 روز شما فرصت داری که کارشناس به شما پاسخ بده. حالا از اون تمام سامانه ها تمام شدیم، اومدیم تو سپامک. علت عدم تایید طبق دستورالعمل جدید برای ارتقا و تمدید نظارت و طراحی باید دوره مبحث 19 جدید گذرانده شود. دوره مبحث 19 بارگذاری گردد. تاریخ رو نگاه کنید سمت چپ. امروز چهارشنبه 21 خرداد سال 1404. کی فهمیده؟ آقای مهندس سالار افشار. چهارشنبه 21 خرداد ها. من نامه رو کی آوردم؟ 23/2 آوردم. این الان دقیقاً 1 ماه گذشته، یعنی 1 ماه نخودسیاه و دور شد، زمین و زمان اینا رو چرخیدیم، شده 1 ماه. آقا من کجا باید مبحث 19؟ برو تو سامانه IMS ثبت نام کن، برو مبحث 19 رو شرکت کن، دورهاشو بگذارن. تاریخ که چهارشنبه 21 خرداد. بچه‌ها توجه کنین. خیلی خوب. بنده رفتم تو سامانه IMS، هر چی گشتم همه دوره ها هست، همه رو اسکرین شات گرفتم. می‌بینید؟ هم تمام تاریخش هم بالا نگاه. تمام دوره ها هست به غیر از مبحث 19 برای من. برگشتم دوباره رفتم توی عضویت. بچهای عضویت بله آقا بنده تمام دوره ها هست به غیر از مبحث 19. آقا به ما ربطی نداره، برو تو آموزش. گفتم خب آموزش کجاست؟ بگیم آموزش ساختمون دیگه است. رفتم آموزش. جناب آقای مهندس علیخانی. آقای مهندس علیخانی بله آقا این داستان این سامانه IMS من نمیاد. آقای مهندس بشین چک کنم. چک کرد رفت سامانه من، SMS اومد و اون SMS رو زد و بالاخره رفت سامانه IMS دید بله مبحث 19 توی سامانه IMS بنده نمیاد که من ثبت نام کنم برای مبحث 19. آقای مهندس من یه شماره موبایل به تو میدم. آقای مهندس علیخانی گفتم شما به اوشون پیغام بدین آقای دکتر فلانی، آقای دکتر به بنده پیغام بدهن که بنده اسم شما رو توی تلگرام IMS بزنم. مسخره نمی کنم به خدا، به خداوندی خدا قسم همینجوریه که بنده شما رو توی تلگرام IMS بزنم که اونا رفع ایراد بکنن. بعد آقای دکتر به شما میگه که کجا ثبت نام کنی. بنده پیغام دادم با اون آقای دکتر که مسئول آموزش همین کلاسایی که باید انجام بده، خدا پدر مادرش رو بیامرزه، از خود من بیشتر پیگیر بود. هم ایشون همون خانمایی که مسئول کاراشون بود قرار بود انجام بدن. حالا هی از اون تاریخ به بعد بچه‌ها نگاه کنید، خواهش میکنم نگاه کنید. بنده به ایشون یک شنبه 25 خرداد گفته مدرک تو بفرست، کد ملی تو بفرست. حالا این بنده خدا که اصلا کاری نیست نظام مهندسی، یه جای اون بیرون داره آموزش میده ولی داره برای من کار انجام میده. ببینید از اون تاریخ یک شنبه 25 خرداد درود خسته نباشید IMS بنده اوکی شد، سلام هنوز جوابی ندادن. چهارشنبه 26 خرداد درود خبری نشده، سلام نه تعطیلن جواب نمیدن، درست بشه بهتون اطلاع میدن. این بنده خودم گیر افتاد دست ما.
دوباره من پستم 31 خرداد، سه‌شنبه 3 تیر، قسمت پرونده آموزشی برین اونجا رو چک کنین، شاید اونجا اومده باشه. من نگاه کردم نیست. نوشتم سلام، هنوز باز نوشتن سلام روز بخیر، هنوز جواب ندادن. بعد چک کردم اینجا نوشتم نیومده، همه دوره ها هست به غیر از مبحث 19. بعد من نوشتم اینجا چرا سلام، اگر میشه تلفن یا آدرس رو به من بدین من خودم برم پیگیر بشم، یا اگه دفتر اصلی نظام هست بگی من برم تهران، یا اگه آیمس کجاست برم تهران. خلاصه نشد. بنده خدا خودش رفته پیگیری کرده از آقای علی خانی که این کار من راه بیفته، نشده. بالاخره جمعه 20 تیر حل شد، یعنی یک شنبه 25 خرداد تا برسیم به جمعه 20 تیر تازه بنده مجوز اینو گرفتم که برم تو سامانه آیمس ثبت نام کنم مبحث 19 برم تو کلاسش. تموم شد. کور خوندی آقای مهندس. رفتم کلاسش. ببینید تمام اینا مدارکش اینجا هست، تمام اینا مدارکش اینجا هست. رفتم کلاسش. رفتم اولین تایم کلاسش رو ثبت نام کردیم و قبول شدیم. نمره 18. توجه بکنید، نمره 18. حنیفه ثالث البرز 40، نمره 18. نمره ها که اومد سریع اسکرین شات گرفتم، توی سامانه سپامک آپلود کردم. آپلود کردم. آقای مهندس سهیل ترکاشمن کارشناس عضویت سازمان نظام مهندسی تاییدش کرد. می‌بینید تایید جلوش رو می‌بینید، این پایین می‌بینید تایید شد. بنده فرستادم، ایشون تایید کرد. کی عدم تایید زده؟ سرکار خانم مثانه ملکی، کارشناس صدور پروانه اشخاص حقیقی. درست شد؟ سرکار خانم بله مثانه ملکی. خب عدم تایید علتش چیه؟ شما در تاریخ 24/2/1404 از تهران انتقالی گرفته اید و همچنین در سپامک نشانی شما ساوج بلاغ می باشد. بنابراین ساوج بلاغ همون منطقه هشگرد ما میشه. بنابراین درخواست شما در استان تهران اقدامی ندارد و قابل بررسی نمی باشد. 4 روز آقای سهیل ترکاشمن، 8 روز سرکار خانم طول کشیده که این جواب رو به بنده بده. سرکار خانم 8 روز. بعد از 8 روز خب من همونجوری مهاج و واج موندم. به این از این پرسیدم. سامانه کسی جواب تلفن نمیده کلا تو نظام مهندسی. خب من در جواب این سرکار خانم عرض کردم که بنده چه کار بکنم. من الان درود بر شما در جوابشون خب نوشتم که چی کار بکنم، الان من چی کار کنم شما نوشت. حالا 8 روز بعد اون داستان، تاریخ‌ها رو ببین. 8 روز بعد اون داستان، یعنی یه 8 روز قبلا، یه 4 روز قبلا، حالا یه 8 روز بعد اون داستان که من نوشتم خب من چیکار کنم. ایشون دوباره من جواب داده. علت عدم تایید درخواست، شما در تاریخ فلان از تهران همون جملات انتقالی گرفتید، ساوج بلاغ در تهران اقدامی ندارد، قابل بررسی نمیباشد. حالا یه تیکه آخرش رو اضافه کردن، دستشون در نکنه، گزینه انتقالی را انتخاب کنید. یعنی اگر این یه تیکه آخر این جمله رو همون 8 روز پیش به من میگفتم، من 10 روز جلو بودم. آقا من اینجا گفتم خب شاید مثلا بلد نیستم. تو چرا اینقدر ادعات میشه که همش کامپیوتر خودت انجام بدی؟ این همه بچه‌ها میرن تو اون کافینت روبروی نظام مهندسی کاراشو انجام میدن. شما برو بگو با اون انجام بده. آقا بنده تمام مدارک رو ارسال کردم به اون کافینت، عرض کردم که آقا لطفاً این گیری که اینجا بنده دارم رو حل بکنید. هر چی خانم گفتم اون کار انجام. این بنده خدا پدرشو بیامرزه، همون درخواست رو برام دوباره عوض کرد. تمدید اعتبار پروانه به شماره، این بالا داره می‌بینید، انتقالی از استان تهران به استان البرز، همون چیزی که این خانم گفته بود انجام داد، دوباره فرستاد بعدش. درست شد. و اما 3 باره سامانه سپامک و جواب. این دفعه هنوز دیگه نرسیدیم به اون خانمه. دفعه قبل ما تمام تاییدیه‌هامون رو گرفته بودیم، گزینه آقای ترکاشمن کارشناس عضویت سازمان گرفته بودیم، رسیده بودیم به سرکار خانم ملکی. این دفعه تو همون دوباره اولش گیر کردیم، یعنی هنوز باز دوباره همون توی اولیه گیر کرده، رد شده. مشاهده علت چیه؟ ببینید، جهت بروزرسانی اطلاعات پایه پروانه درخواست خود را حذف کنید.
و در تیکت اعلام نمایید تا به روزرسانی انجام شود. بعد از 30 روز کاری، 30 روز بعد از 30 روز کاری مجددا تیکت بگذارید. در صورت تایید کارشناس مجدد درخواست بگذارید. گواهی در کد درج شده در متن گواهی بارگذاری گردد. گواهی دوره ها باید دارای 2 امضا با شماره و تاریخ باشد. میخوای من برم دنبال گواهی که نظام مهندسیت میخواد بده بعد حتما بهش بگم 2 تا امضا بزن، حتما تاریخ بزن؟ میخوای من برم اونجا کارمندتون بشم؟ خب امروز دوباره دیگه من اونو خودم جواب دادم، دوباره فرستادم برای کافینتیه، گفتم سرکار مهندس لطفا خواهش میکنم ببین دوباره اینا چی میخوان، دوباره برام انجام بده. امروز ببین تاریخ ثبت درخواست 16/5/1404. دوباره اعلام کردیم تمدید اعتبار پروانه به شماره فلان، انتقالی از استان تهران به استان انباز. این پایینم وضعیت نوشته انصراف متقاضی به روز ثانی. بنده از برج 5-6 پارسال، جناب آقای مهندسین، جناب آقایان دوستان عزیز، از برج 5-6 پارسال تا برج همین الان 23/5/1404 این 2 تا نظام مهندسی های البرز به تهران رو نتونستم وصل بکنن که بنده از این پل یه انتقالی بگیرم به استان البرز. بنده حنیفه هستم به کد عضویت به شماره موبایل. بعد شما میگی چرا شهرداری اومده، سازنده ها اومدن میخوان نظام مهندسی رو بذارن کنار؟ بابا این بلایی که شما سر بنده آوردین حی حاضر. بنده یه مهندس عمرانم، دارای کاردانی فلان، دارای کارشناسی فلان، تاییدیه کاردانی، تاییدیه کارشناسی، پرداختی مالیات، دارای پروانه قدیمی که تاریخش گذشته، تمام مدارکم آماده، تمام اینا رو تبدیل کردم خدمت شما، آپلود کردم. فقط تنها چیزی که میخوام برای من یه پروانه صادر بکنید. من نمیدونم این سامانه ها به چه در، من اصلا نمیدونم واقعا این سامانه ها برای چی درست شده. این سامانه ها درست شده که کار ما رو راحت بکنه یا نه بگه که آپلود کن دانلود کن، آپلود کن دانلود کن؟ برادر من شما همین کار رو ما رو سنتی انجام بده. همون اولش هم بگو آقای مهندس شما که الان برج 5/403 اومدی پیش ما، برو برج 5 مثلا 404 که هنوز نرسیدیم، ما هنوز نمیدونم از اینجا بعد تا چند وقت دیگه من کار دارم. تازه به بنده اعلام کردن چی؟ تازه به بنده اعلام کردن که آقای مهندس شما ببینید آخرین پیغام مشاهده بکنید، بعد از 30 روز در صورت تایید دستات شما چیکار داری میکنه نظام مهندسی؟ این بلایی که سر منی که از خودتونم عضو سازمان نظام مهندسیتونم همکارتونم، این بلایی که دارین سر من میارین، چه برسد اون بلایی که میخواد سر کسی بیارین که اصلا تو سازمان نیست. واقعا من دیگه نمیدونم چی بگم. همه چی با مستندات گذاشتم اینجا. هر کی هم هر جای شک داره هم میتونه به موبایلم زنگ بزنه، هم میتونه نگاه کنه، همین مدارکی که گذاشتم به عینه به چشم ببینه. ما هیچ کاری نکردیم، ما تمام مدارکمون تحویله، فقط تو این سامانه ها ملت گرفتار شدن. من الان هر کی به من زنگ بزنه فردا میبریم مدارک میذارم جلو پاش، میگم آقا بفرمایید من مهندسم، من نظام مهندسی دارم، من 3 سال سابقه نظام مهندسی بودم، بنده لیسانسم، فوق لیسانسم، فقط اینا رو میخوام از من بگیرین، یه پروانه نظام مهندسی به من بدین. همین. به خدا من نه وام میخوام از شما نه بیمه میخوام از شما، فقط اون چیزی که حق منه، پروانه نظام مهندسی من میخوام به من بدین. من اینو به کی بگم؟ آپلود کن دانلود کن، آپلود کن دانلود کن، بررسی میشه کارشناس سود. آپلود کن دانلود کن، آپلود کن دانلود کن. بابا خسته کردیم ملتو.